هنرمندای ایرانی در مورد بعضی پدیده‌های طبیعی سوالای پرسیدن، مثل اینکه چرا خورشید میتابه یا چرا میچرخه زمین. اما کمتر پیش اومده که در مورد دلیل و اهمیت بارش برف سوال پرسیده باشه. برای اینکه برف رو بهتر بشناسیم لازمه قبلش با ابر، ساندویچ همبرگر و بارون بیشتر آشنا بشیم. خورشید که میتابه آب رو بخار میکنه و بخار آب ذره ذره به سمت بالا حرکت میکنه. پس شاید فکر کنید که ابرها از بخار آب تشکیل شدن، اما این درست نیست. چون هرچی بخار آب بالاتر میره دمای هوا کمتر میشه و به جایی میرسه که مولکول‌های آب از حالت گاز یا همون بخار به حالت مایع یا کریستال‌های جامد در میاد. اینجاست که ابرها شکل میگیرن. در واقع حجم ابرها شامل یه جرم عظیمی از مولکول‌های آب هست که به صورت مایع یا جامده. اتمسفر زمین مثل ساندویچ همبرگر لایه لایه است و هر لایه الگوی دمایی مخصوص به خودش داره. یعنی اینجوری نیست که هرچی تو اتمسفر بالا بریم حتما دما کمتر و کمتر بشه. ابرها هم تو یکی از همین لایه‌ها که براشون مناسب تر باشه شکل میگیرن و ذره ذره حجیم‌تر میشن. اما بعدش مولکولای آب شروع میکنن به هم چسبیدن و کم کم این حجم ابر سنگین و سنگین‌تر میشه و ابر آماده بارش میشه. اینجا نقش لایه‌های اتمسفر خیلی مهم میشه. اگه همه لایه‌های زیر ابر دمایی بالاتر از دمای انجماد آب داشته باشن، بارش به صورت مایع به زمین میرسه، یعنی بارون میشه. اما اگه شرایطی ایجاد بشه که همه لایه‌های زیر ابر دمای انجماد داشته باشن، کریستال‌های جامد آب این فرصت رو پیدا می‌کنن که تمام مسیر رو تا زمین به صورت برف طی کنن و زمین رو سفیدپوش کنن. خب سوال اینه که چه فرقی میکنه که بارون بباره یا برف بباره؟ هر دوتاشون که آبن. اما خب فرق میکنه دیگه. وقتی که بارون میباره یه مقدار از آب بارون خاک رو مرطوب میکنه، بقیهش جاری میشه و خب با اینکه جاری شدن آب بارون خوبه ولی باعث میشه که خاک هم یه مقدار شسته بشه. در مقابلش برف که میباره روی زمین میمونه و با آسیب کمتری و با سرعت کمتری رطوبت خاک رو تامین میکنه. مهمتر از اون چون بین کریستال‌های برف هوا هست مثل یک پتو عمل میکنه، یعنی نمیذاره که خاک سرد بشه، در نتیجه از خاک و ریشه گیاهان محافظت میکنه. با گرمایش زمین دمای لایه‌های مختلف اتمسفر کم کم تغییر میکنه و در خیلی از جاهای زمین شرایط لازم برای بارش برف از بین میره و کم کم شاهد کاهش بارش برف هستیم. و این کاهش بارش برف برای زمین و مایی که ساکنش هستیم اصلا خبر خوبی نیست.